سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی از چنل یوتیوب پایتون قدر. دوستان امروز ما میخواهیم با هم یاد بگیریم که چطور میدانیم رمز وای فای هایی که قبلا بهشان وصل بودیم را با استفاده از صفحه سیاه SIMD و یا همان کامند پرامپت چی کنیم پیدایشان کنیم. خب دوستان باید دیدم متوجه باشیم که این روش فقط برای وقت کار میده که شما یک رمز وای فای مثلا داش وصل شده باشین و او را فراموش کرده باشین. میتونین با استفاده از این کار همون رمز جدید وای فای را کرک کنین یا بتونین پیدا کنین همون رمز جدید وای فای که بعضیا از این سوء استفاده میکنن یا میگن که با استفاده از این کار میتونین شما با وای فای های هیچ وصل نشده بودین میتونین به او وصل شوید که کار نمیکنه. خب ببینید دوستان، به خاطر از اینکه ما بتونیم این کار انجام بدیم چی میکنیم؟ اولین کار این است که شما باید که وارد SIMD شویم. به خاطر رفتن در صفحه سیاه SIMD راه مختلف وجود داره که میتونیم صفحه سیاه SIMD را اکسس کنیم. خب راه ساده ترش این است که میتونید شما در بخش سرچ کنید، فقط نوشته که SIMD کامند پرامپت باز میشه، فقط دیدم میرین رن از ادمنستریتور کلیک میکنین و صفحه سیاه SIMD باز میشه. خب وقتی که باز شد ما در این قسمت یک دستور است که میتونیم با استفاده از اون دستور همین کاری که گفتیم میتونیم که انجام بدیم. دستور اینجا در این قسمت وارد میکنیم، دستور رو نوشته میکنیم، نه دستور است. خب دوستا این همون دستوری است که ما در صفحه سیاه SIMD نوشته میکنیم و این دستور بر ما میره همون اینترفیس یا وای فای اینترفیس وای فای را چک میکنه و او وای فای هایی که ما قبلا داش وصل شده بودیم تمام او را لوک اپ میکنه و بر ما پیدا میکنه. و بعد از اینکه دستور ما در این قسمت نوشته کردیم فقط انتر را پرس میکنیم. وقتی که را پرس کردیم ببینید بر ما در این قسمت لیست از وای فای ها را پیدا میکنه. خب ما در این قسمت ببینید لیست از وای فای ها پیدا شد. ما میخوایم پسورد یکی از این وای فای ها را پیدا کنم. مثلا همین پسورد اولی حمزه هوم که است، ما میخوایم این را پیدا کنم. تو پسورد از چی است؟ من مثلا نمیفهمم که پسورد از چی است. با یک دوستتان است، با یک شخص دیگه است، شما در وای فای بگفتین که مثلا لپتاپ مرا وصل کنیم وای فای تان. حالا فعلا تو میخوای که پسوردش را پیدا کنی که پسورد وای فایش چی است. ببینید فعلا ما شما چی میکنیم؟ دستور قدیمی است، دستور گذشته است. اون دستور فقط در این قسمت وارد میکنیم. بعضی چیزهای دیگه در اینجا اضافه میشه که نوشته میکنیم نیم مساوی میشه. داخل دبل کوتیشن میگیریم، اسم چی است؟ نامش نوشته میکنیم. ببینید اسم که دمو چیز است، اسم وای فای باید در این قسمت نوشته کنیم. حمزه بعدش فاصله هوم، بعدش دبل کوتیشن کلوز میکنیم، باز فاصله. دستور بعدی رو نوشته میکنیم کی مساوی میشه به کلیر. بعد از او انتر میکنیم. ببینید بعد از اینکه ما این کار انجام دادیم، وقتی که انتر کردیم یک تمام معلومات در مورد امو وای فای و یا همو اینترفیس کارت امو وای فای تمامش بر ما در این قسمت نشان داده میشه و ما شما دیگه چیز کار نداریم. تنها چیزی که کار داریم در این قسمت ببینید آپشن نوشته است کی کانتنت مساوی است و این چی می باشه؟ پسورد همو وای فای می باشه که با استفاده از این پسورد ما میتونیم که با وای فای جوین شیم و یا هم وصل شیم. خب دوستان متوجه باشین که این روش فقط روی شبکه‌ای کار میکنه که قبلا به او وصل بودیم. یعنی اگر شما به اون شبکه وصل نباشین نمیتونید که بدون از اینکه مثلا وصل شده باشی با وای فای مثلا تو بخوای که پسورد از اون را پیدا کنی کار نمیکنه. که بیشتر اشخاص از این سوء استفاده میکنن، نمیگن که کار میکنه، بیشتر مردم سرگردان میکنن اما باز کار نمیکنن. باز بعضی افکر میکنن که حتما دو از کدام طریقه دیگه استفاده میکنن، کدام طریقه دیگه نیست. طریقه همین طریقه است، فقط شرطش است که تو باید قبل یعنی یک بار حداقل باید به وای فای وصل شده باشی. خب دوستان امیدوارم که این ویدیوی آموزشی برایتان مفید واقع شده باشه. اگر سوال داشتین میتونین که در کامنت ها بپرسین. لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. تا ویدیوی بعد، الله حافظ.